آزموس چیزی رو به اسم کارنیچکس میسازه، یه هوی در میشکنه. ویلگکس و این نمیدونم اسمش چی بود میان و آزموس رو میکشن. آزموس قبل مرگش کارنیچکس رو فرستاد به زمین. نمیدونم چیه، ولش کن، اینم نمیذارم، لازم هم نیست چی باشه. اون شهاب اومد سمت بنزین. وقتی که خورد زمین، بنزین توجهش به اون جلب شد. وقتی که میخواست برش داره یهویی به دستش چسبید یه چیزای خارجی نمیدونم رفت تو یه چیز رفت تو دستش، به دستش کامل چسبید. کارنیچکس خطری رو احساس کرد و دقیقا تبدیل شد به مرد آتشین. البته خیلی دردناک تبدیل شدن. گوون اونجا از ترس داشت به خودش میرید. بنتن که الان کنترلش دست خودش نیست، گوون رو برمیداره و بله اینجا رو مجبور سانسور کنم، چون بله همون چیزهایی که خودتون میدونید، همون دلیل هایی که خودتون میدونید. و اون به طور وحشتناکی پدر بزرگ مکس رو هم میکشه. اون کم کم به همه مردم شهر حمله میکنه، همه رو میکشه. یه پلیس ها حمله میکرد اما کلا دیگه هیچ فایده ای نداشت. بنتین تبدیل به موجود ایکس شد. البته من موندم چجوری تو بنتین کلاسیک موجود ایکس هست، حال ولش کنید. اون وقتی که تبدیل به موجود ایکس شد خود خدا شد. چه بخصی اون رفت، اون بزرگ شد. اون تمام شهر رو تسخیر کرد. تمام بنتنهای دیگه خبر اون رو شنیدن. همه بنتنا به اون حمله کردن. همه بنتنا، البته نه همهش، فکر کنم 3 تا داشت. اونا همه حمله کردن اما همشون مرد. زخمه شاید مردن، بعضی خودم که مردن. آره مردن. اما 10,000 اومد با آزموس. بیان 10,000 اومد و دست چپ بنزین رو قطع کرد و این کابوس رو تمام کرد. این تبدیل به این موجود شد و دست چپ بنزین رو قطع کرد و این کابوس رو تمام کرد.